شاید انسان‌ها بلندترین موجودات زنده روی زمین نباشند، اما تعداد کمی از آنها وجود دارند که گول‌ها را واقعی جلوه می‌دهند. یک فرد متوسط به ندرت بیش از 1.85 رشد می‌کند، اما در میان میلیاردها نفر ساکن در این سیاره، مردان و زنانی با قدهای رکوردشکن وجود دارند. زمانی که بیش از 2.45 قد دارید و تقریباً از همه بالا می‌روید، غیر ممکن است که متمایز نشوید. این نوع پیاده‌روی مزایا و معایب خاص خود را دارد. بنابراین افراد فوق‌العاده قد بلند باید با هر دو دست و پنجه نرم کنند. با ما همراه باشید تا به 15 گول که امروز وجود دارند نگاه کنیم. کوسن یک کشاورز ترک است که در 19 آذر 1361 در روستایی در ترکیه به دنیا آمد و رکورد گینس را به عنوان بلندقدترین مرد زنده جهان در اختیار دارد. سلطان کوسن با قد 2 متر و 51 سانتی متر از قومیت کرد است. با وجود قد بالای 8 فوت، هفتمین مرد بلندقد شناخته شده در تاریخ است. سلطان در کودکی به دلیل افزایش قد نتوانست تحصیلات خود را به پایان برساند. بنابراین در عوض به عنوان یک کشاورز نیمه وقت شروع به کار کرد. رشد غیر طبیعی او نتیجه یک وضعیت پزشکی موسوم به گول‌پیکر و آکرومگالی ناشی از توموری بود که گده هیپوفیز او را تحت تاثیر قرار داد. به دلیل این شرایط برای راه رفتن از چوب زیر بغل استفاده می‌کند. به گفته او این قد بلند به او اجازه می‌دهد مسافت زیادی را ببیند و به راحتی می‌تواند به خانواده و دوستانش در کارهای خانگی مانند تعویض لامپ و آویز کردن پرده کمک کند. اما مزایا و معایبی نیز وجود دارد، مانند پیدا نکردن لباس با اندازه مناسب. و همچنین دستانش با 27.5 سانتی متر دارای رکورد طولانی ترین دست شده است. حتی جا شدن در خودروهای سایز متوسط برای او دشوار است. کوسن تحت درمان با چاقوی گاما برای تومور خود قرار گرفت. همچنین دارو برای کنترل سطح هورمون رشد بیش از حد خود در سال 1391 دریافت کرد. تایید شد که درمان به طور مؤثر رشد او را متوقف کرد. سپس در مهر 1392 با زنی متولد سوریه به نام مرو دبو ازدواج کرد. حدود 10 سال از او کوچکتر بود، اما آنها در نهایت در سال 1400 طلاق گرفتند. رومسا گلگی در ماه دی 1375 متولد شد. در حال حاضر قد بلندترین زن زنده جهان است. او یک محقق و توسعه دهنده مستقل ترکی است. تمام زندگی خود را در خانه آموزش می‌دید. در سال 1393 به عنوان بلندقدترین نوجوان زنده جهان معرفی شد. 7 سال بعد در مهر سال 1400 او به عنوان قد بلندترین زن توسط رکوردهای جهانی گینس معرفی شد. این زن 25 ساله همچنین دارای تعدادی رکورد دیگر است، شامل بلندترین انگشت، بزرگترین دستها، بلندترین پشت یک زن. گلگی با قد 2.16 در ترکیه زندگی می کند. قد غیر طبیعی او نتیجه وضعیتی به نام سندروم ویور است. یک بیماری نادر است که شامل تولید سریع هورمون رشد در میان سایر ناهنجاری‌ها می شود. مردان را 3 برابر بیشتر از زنان در دوران کودکی تحت تاثیر قرار می دهد. در کودکی عمل جراحی قلب باز داشته به دلیل بیماری‌های مادرزادی قلب وقتی که فقط 1 سال داشته. به دلیل شرایطش از ویلچر برای حرکت استفاده می‌کند، اما می‌تواند برای مدت کوتاهی با کمک واکر راه برود. همچنین به یک صندلی مخصوص نیاز دارد برای نشستن. علیرغم چالش‌هایی که به دلیل قدش با آن مواجه است، از اینکه این گونه است سپاسگزار است. همچنین می‌خواهد از عنوان خود برای افزایش آگاهی در مورد بیماری‌ها و شرایطی که مانند او است استفاده کند. رومیسا توانست برای اولین بار در زندگی خود با هواپیما پرواز کند. شرکت هواپیمای ترکیش ایرلاین در نهایت 6 ردیف صندلی را از یک هواپیماهای خود جدا کردند تا اطمینان حاصل شود او یک پرواز راحت از استانبول به سان فرانسیسکو داشته باشد. سپس صندلی‌ها را با برانکارد مخصوص او تعویض کردند. زینب اهل پاکستان است و با 2 متر و 18 بلندقدترین زن پاکستان بود. او در سال 1383 به عنوان بلندقدترین زن در کتاب رکوردهای گینس معرفی شد و سالها از دیابت و فشار خون بالا و پوکی استخوان رنج می‌برد. او در سال 1397 در سن 46 سالگی درگذشت. به گفته بستگانش قد او در سن 15 سالگی به سرعت شروع به افزایش کرد و تا زمانی که به 20 سالگی رسید قدش به 2 متر و 18 رسید. او اولین بار زمانی مورد توجه قرار گرفت
معارف که طارق عزیز مجری برنامه تلویزیونی محبوب او را به برنامه جدید خود در سال 1377 دعوت کرد. پس از اینکه او در رکوردهای جهانی گینس به عنوان بلندقدترین زن معرفی شد، سپس به تعدادی از کشورها دعوت شد و از 15 کشور از جمله فرانسه، آلمان و بریتانیا بازدید کرد. زینب بیبی در مصاحبه‌ای که با یکی از کانال‌های خصوصی خبری انجام داده بود، به وضعیت بد مالی خود اشاره کرده بود. گفته بود که به دلیل بیماری برای گذراندن زندگی خود با مشکل روبرو است. تا زمان مرگ مجرد ماند، زیرا قد و شرایط پزشکی او مانعی برای این کار بود. با نام در اون حلقه‌اش آندری د جاینت یا آندره گوله شناخته می شود. او یک کشتیگیر حرفه‌ای فرانسوی و هنرپیشه معروف به خاطر جثه استثنائیش بود که در ماه اردیبهشت 1325 متولد شد. آندره از گول‌پیکری رنج می‌برد که ناشی از تولید بیش از حد هورمون رشد بود. همه طرفدارانش او را هشتمین عجایب جهان می‌نامیدند. او کار خود را در سال 1345 شروع کرد. سپس در سال 1350 به آمریکای شمالی نقل مکان کرد. از سال 1352 در تمام اواسط دهه 60 روسیموف برای تبلیغ در سراسر ایالات متحده به عنوان یک جاذبه خاص برای فدراسیون جهانی کشتی گرفت که بعداً در طول رونق کشتی در دهه 1360 به عنوان WWF شناخته شد. توجه عمومی به ویژه زمانی که او در سال 1367 هوگان قهرمان WWF رو شکست داد و عنوان قهرمانی رو برای خودش کرد. روسیموف با قد 2 متر و 24 و 236 کیلوگرم وزن دوره کشتیگیری او در WWF در سال 1370 به پایان رسید. او سپس تا زمان مرگ ناگهانیش در سال 1372 عمدتاً برای تمام کشتی‌های حرفه‌ای ژاپن کشتی گرفت. او پس از مرگش اولین عضو تالار مشاهیر WWF شد و همچنین شانس خود را در بازیگری در فیلم‌ها و تلویزیون‌های مختلف امتحان کرد. او در سال 1353 در کتاب رکوردهای جهانی گینس از او به عنوان پردرآمدترین کشتیگیر تاریخ با دستمزد سالانه حدود $400,000 یاد می‌کند. در سن 46 سالگی به دلیل نارسایی قلب در خواب در هتلی در شهر پاریس درگذشت و املاک خود را به تنها دخترش رابین واگذار کرد. مرتضی مرزاد متولد شهریور 1366 والیبالیست ایرانی است و در تیم ملی والیبال نشسته بازی می‌کند. او با قد 2 متر و 46 به عنوان بلندقدترین مرد زنده ایران و دومین مرد زنده قد بلند دنیا شناخته می شود. مرتضی از یک بیماری نادر پزشکی به نام آکرومگالی رنج می برد که ناشی از تولید بیش از حد هورمون رشد در گده هیپوفیز مغز است. او تنها در سن 16 سالگی بیش از 1 متر و 88 قد داشت و زمانی که 15 ساله بود با دوچرخه تصادف کرد. به دلیل این تصادف دچار شکستگی شدید لگن شد و پای راستش از رشد خارج شد. بنابراین حدود 15 سانتی متر از سمت چپش کوتاه‌تر است. سرمربی تیم ملی ایران در سال 1390 پس از تماشای یک برنامه تلویزیونی استعداد او را تشخیص داد. بلافاصله با او تماس گرفت و او را متقاعد کرد که پس از انتخاب برای تیم ملی و گذراندن دوره تمرین والیبال نشسته بازی کند. در نهایت در سال 1395 اولین بازی بین‌المللی خود را در مسابقات مقدماتی پارالمپیک انجام داد. سپس برای شرکت در مسابقات تیم ملی انتخاب شد. در نهایت به فینال والیبال نشسته پارالمپیک تابستانی 2016 رفت که با 28 امتیاز برای ایران آقای گل شد. مرتضی در بازی‌های المپیک تابستانی 2016 به مدال طلا دست یافت. سپس 2 مدال طلا و توپ طلایی برای بهترین بازیکن جهان در سال 2022 را از آن خود کرد. یاو دفن در سال 1350 در یک خانواده کشاورز فقیر در چین به دنیا آمد. در کتاب رکوردهای جهانی گینس به عنوان بلندقدترین زن زنده شناخته شده با قد 2 متر و 34 و وزن حدود 157 کیلوگرم. او به عنوان سومین زن قد بلند در تاریخ ثبت شده است. او تنها 5 اینچ کوتاه‌تر از قد بلندترین زن تاریخ شناخته شده است. قد خارق‌العاده‌اش ناشی از گول‌پیکری بود
وضعیتی که در آن تومور در غده هیپوفیز باعث هورمون رشد بیش از حد می‌شود. او تا سن 15 سالگی 1.86 متر قد داشت. پزشکانی که بیماری او را تشخیص دادند از درمان او امتناع کردند، زیرا خانواده او قادر به پرداخت هزینه عمل جراحی نبود. بنابراین او سپس با پدرش برای پول سفر کرد و اجرای خیابانی انجام می‌دادند. سرانجام در سال 1380 تومورش در بیمارستانی در گوانگدونگ برداشته شد. در سال 1387 در شبکه تلویزیونی TLC ظاهر شد و گزارش داد که او در خانه‌اش افتاده و دچار خونریزی داخلی شده است، اما سرانجام بهبود یافت و در سن 40 سالگی به دلیل بیماری ناشناخته‌ای در سال 1390 از دنیا رفت. تا زمان مرگ در خانه‌ای با مادرش در روستای کوچک زندگی می‌کرد. ایگور واف کاوینس یک دانشجوی حقوقی و بازیگر اوکراینی آمریکایی بود که در شهریور سال 1361 در اوکراین به دنیا آمد. همچنین رکورد جهانی قد بلندترین فرد زنده در ایالات متحده را با قد 2.34 متر به نام خود ثبت کرد. او اصالتاً اهل اوکراین است و در سال 1368 برای درمان به مینسوتا نقل مکان کرد و در آن زمان حداقل 1.82 متر قد داشت. همچنین در چند فیلم و آگهی‌های بازرگانی مانند هال پاس بازی کرد که با عکس‌هایی از او به شهرت رسید. تیشرتی که روی آن نوشته شده بود بزرگترین حامی اوباما در جهان در راهپیمایی باراک اوباما منتشر شد. او اولین کسی بود که بلندقدترین فرد زنده در دو کشور جداگانه شد. همچنین به زل دورگینویچ به نمایندگی اوکراین در مسابقه آواز یوروویژن در سال 2013 پیوست. او 27 ساله بود و سپس به نیویورک سفر کرد. توسط داور رکورد گینس به عنوان بلندقدترین فرد زنده آمریکا معرفی شد، زیرا قد غیر طبیعی او به دلیل فشار تومور بر غده هیپوفیز او بود که باعث افزایش مقدار هورمون رشد می شود. اعلام کرد که او در سال 1398 تحت درمان برای یک بیماری قلبی بود. سپس در سال 1400 پس از بستری شدن به دلیل بیماری قلبی در سن 38 سالگی درگذشت. رابرت والدو قد بلندترین فرد در تاریخ ثبت شده بود که شواهد غیر قابل انکاری برای او وجود دارد که به نام آلتون گول و گول ایلینویز شناخته می شود که در سال 1297 در آلتون ایلینوی متولد شد. قد 2.72 متر و وزنی در حدود 199 کیلوگرم در زمان مرگ داشت. رابرت تا زمانی که 8 ساله بود بزرگترین خواهر و برادر و حتی از پدرش بلندتر بود. در مدرسه ابتدایی میز مخصوصی برای او می‌ساختند و تا زمانی که فارغ التحصیل شد 2.54 متر قد داشت. پس از آن در کالج ثبت نام کرد تا در رشته حقوق تحصیل کند. در حالی که رابرت برای راه رفتن نیاز به بند پا داشت، با وجود این احساس زیادی در پاهایش نداشت، اگرچه هرگز از ویلچر استفاده نکرد. در سال 1315 به یک شهرت تبدیل شد. او یک تور ایالات متحده را با سیرک انجام داد که در مدیسون اسکوئر گاردن و بوستون گاردن در رینگ مرکزی ظاهر شد. رابرت از پوشیدن کلاه بالا و دم برای حضور در سیرک خودداری کرد. او همچنین یک تور تبلیغاتی با شرکت نمایش بین‌المللی انجام داد که برای او کفش‌های رایگان را فراهم کرد. او می‌خواست به عنوان فردی که در تبلیغات کار می‌کرد شناخته شود. او در سال 1319 مچ پایش آسیب دید و باعث عفونت شدید و سپس مجبور به تزریق خون و عمل جراحی شد. اما به دلیل یک اختلال خودایمنی وضعیت او بدتر شد و در خواب از دنیا رفت. حتی تابوتش بزرگ بود و بیشتر از 3 متر طول داشت و 12 نفر و 8 دستیار او را حمل می‌کردند. در سال 1365 مجسمه‌ای در اندازه واقعی از رابرت در مقابل موزه تاریخ و هنر آلتون برای ادای احترام به او نصب شد. نیل فینگلتون در دسامبر سال 1358 در دورهام به دنیا آمد و یک بازیگر و بسکتبالیست انگلیسی بود. فینگلتون قد بلندترین مرد بریتانیایی است و همچنین قد بلندترین مرد اتحادیه اروپا با قد 2.33 متر محسوب میشد. در میان 25 بلندقدترین مردان جهان عنوان او به عنوان بلندقدترین مرد جهان توسط گینس در تابستان سال 1385 تایید شد. پس از شرکت در یک اردوی بسکتبال در 16 سالگی فینگلتون تصمیم گرفت در ایالات متحده تحصیل کند. او در سال 1378 در دبیرستان کاتولیک مرکزی تحصیل کرد و به تیم بسکتبال کمک کرد که در بازی فینال
در سال 1377 به مقام قهرمانی برسد. فینگلتون همچنین بورسیه بسکتبال ایالات متحده شد و در دانشگاه کارولینای شمالی در چپل هیل بازی کرد. در مرداد 1379 تحت عمل جراحی کمر قرار گرفت. در سال 1384 از کالج فارغ التحصیل شد. سال 1386 که مسمومیت او را مجبور به بازنشستگی کرد و پس از آن به دورهام بازگشت و در شو بیزنس ظاهر شد. او در تعدادی از برنامه‌ها و فیلم‌های تلویزیونی موفق ظاهر شد. سپس در بهمن 1395 در سن 36 سالگی به دلیل نارسایی قلبی درگذشت. سان مینگ مینگ یک بسکتبالیست حرفه‌ای سابق اهل چین است و رکورد بلندقدترین بسکتبالیست حرفه‌ای جهان را دارد که در رکوردهای جهانی گینس اندازه‌گیری شده است. قد او 2 متر و 36 و وزن او حدود 168 کیلوگرم است. او در چین بازی بسکتبال را در سن 15 سالگی آغاز کرد. در یک کالج محلی در کالیفرنیا تحصیل کرد و در آنجا بسکتبال بازی کرد. پس از آن به بازی بسکتبال حرفه‌ای پرداخت. در سال 1383 تومور به غده هیپوفیز او متصل شده بود. چون که بیمه درمانی نداشت یا پولی برای پرداخت قبض‌های پزشکی خود نداشت، نماینده ورزشی او یک جمع‌آوری کمک مالی برای جمع‌آوری پول برای عمل جراحی او آغاز کرد. تومور با موفقیت در شهریور 1384 برداشته شد. او برای تیم‌های متعدد لیگ‌های کوچک آمریکایی بازی کرد. او همچنین در لیگ مکزیک و در لیگ ژاپن بازی کرد. در سال 1388 به چین بازگشت و برای اردک‌های پکن در انجمن بسکتبال چین بازی کرد. او همچنین در برخی از برنامه‌های تلویزیونی و فیلم‌ها ظاهر شد. او با زنی با قد 1 متر و 90 ازدواج کرد و در مجموع قد 4 متر و 2 به عنوان بلندقدترین زوج متأهل در کتاب رکوردهای جهانی گینس شناخته شده است. شکیل اونیل اغلب به عنوان شک شناخته می شود. او یک بسکتبالیست سابق آمریکایی است که در حال حاضر یک تحلیلگر ورزشی در یک برنامه تلویزیونی به نام Inside the NBA به عنوان یکی از بهترین سنترها و بسکتبالیست‌ها در تمام دوران در نظر گرفته می شود. او با قد 2 متر و 16 و وزن حدود 147 کیلوگرم 4 بار قهرمان NBA شد. در 19 سال دوران حرفه‌ای طولانی خود در NBA برای 6 تیم بازی کرد. در سال 1352 در نیویورک متولد شد. پدرش هم بسکتبال بازی می‌کرد ولی به دلیل درگیر بودن با مواد مخدر زمانی که اونیل یک نوزاد بود به زندان رفت. پدرش 1 متر و 88 و مادرش 1 متر و 85 قد دارند. در سن 13 سالگی 1 متر و 98 قد داشت. او در سن 16 سالگی بسکتبال را در دبیرستان رابرت جی کول شروع کرد و به تیمش کمک کرد تا قهرمانی ایالتی را به دست آورد. تمایل او به زدن هوک شوت باعث شد او را با کریم عبدالجبار که همان شماره جبار را می‌پوشید مقایسه کنند. فعالیت حرفه‌ای او در سال 1372 آغاز شد و به اورلاندو ماجیک دعوت شد. پس از 2 هفته فراز و نشیب همراه با جراحات، شک سرانجام در خرداد 1390 بازنشستگی خود را اعلام کرد. او همچنین در تعدادی از فیلم‌ها و برنامه‌های تلویزیونی ظاهر شد. کاترینا لیسینا یک مدل روسی و بسکتبالیست سابق است. در حال حاضر رکورد گینس را به عنوان قد بلندترین مدل حرفه‌ای با قد 2 متر و 1 شناخته می‌شود. این تنها رکورد جهانی او نیست. او عنوان زنی با بلندترین پاها را نیز با 1 متر و 32 در اختیار دارد. هر دو رکورد او در رکوردهای جهانی گینس در سال 1397 ثبت شده است. او همچنین به عنوان یک بسکتبالیست حرفه‌ای برای تیم ملی روسیه در المپیک تابستانی 2008 بازی کرد و برنده مدال برنز شد. او 35 سال دارد و در روسیه به دنیا آمده و حدود 110 کیلوگرم وزن دارد.
او علاوه بر مدلینگ در نقش بانو دیمیتروسکا در روستای رزیدنت اویل ایفای نقش می‌کند. همینطور او یک سلبریتی در شبکه‌های اجتماعی است که بیش از 10 میلیون فالوور دارد. او بیش از 117 میلیون لایک در شبکه‌های اجتماعی خود به دست آورد. در حال حاضر از پیروان هندوئیسم و گیاهخوار شده است. او قد بلند خود را از خانواده‌اش دارد که حتی یک نفر از خانواده‌اش زیر 1.80 متر نیست. ساندی آلن یک زن آمریکایی بود که توسط رکوردهای جهانی گینس به عنوان بلندترین زن جهان شناخته شد. در خرداد سال 1344 در شیکاگو به دنیا آمد و 2.31 متر قد داشت. آلن کتابی با عنوان سایه گول پیکر نوشت و بر فراز سالها زنان دیگری عنوان بلندقدترین زن را به خود اختصاص دادند، اما آلن به تنهایی این عنوان را در 16 سال آخر عمر خود داشت. او تومور در گده هیپوفیز داشت و قد بلند او ناشی از ترشح زیاد هورمون رشد بود. او در ایندیانا و توسط مادر بزرگش که به عنوان یک خانم نظافتچی کار میکرد بزرگ شد. زمانی که او فقط 22 سال داشت تحت عمل جراحی قرار گرفت تا تومور برداشته شود و اگر عمل نمیشد آلن احتمالاً به رشد خود ادامه میداد و از سایر مسائل پزشکی رنج میبرد. ساندی همچنین در برنامه‌های تلویزیونی و فیلم‌های ایفای نقش کرد و در یک فیلم مستند به نام متفاوت بودن هم ظاهر شد. او هیچ وقت ازدواج نکرد و هیچ وقت حاضر نشد با مردی کوتاه‌تر از خودش آشنا شود. آلن در سالهای آخر زندگیش از ویلچر استفاده می‌کرد، زیرا پاها و پشتش دیگر قادر به تحمل وزن او در حالت ایستاده نبودند. او همچنین در یک نقطه به دلیل بیماری که منجر به آتروفی در عضلاتش شد. سالهای آخر عمرش را در یک مرکز بازنشستگی سپری کرد تا اینکه در مرداد 1387 درگذشت. به گفته خانواده‌اش او از یک عفونت خونی مکرر، دیابت نوع 2، مشکلات تنفسی و نارسایی کلیوی رنج می‌برد. آلیور ریکتور یک بدنساز، مدل و بازیگر هلندی و بنیانگذار و مدیرعامل شرکت گوشت ماهیچه ریکتور است. به دلیل قد و هیکل استثنایی خود مشهور است. او 2.18 متر قد دارد و همچنین مدل جلد نوامبر 2018 مجله سلامت مردان بود. در مستندی از همان مجله نمایش داده شده است و به دلیل جسته‌اش روزانه 5000 کالری برای فیلم برداری و بین 6500 تا 7000 کالری برای هر کار دیگری در طول یک دوره 24 ساعته حفظ می‌کند. او 7 وعده غذایی را در روز به همراه دارد. با وضعیتی به نام پکتوس اکسکاواتوم یا سینه قیفی شکل به دنیا آمد که باعث شد استخوان‌هایش به گونه‌ای رشد کنند که ماهیچه‌های قلبی را فشار دهند. قلبش 20% کوچکتر از آنچه است که باید می‌بود. بنابراین او تحت عملی قرار گرفت که شامل شکستن دنده‌هایش برای رشد ریه‌ها و قلب شد. او همچنین در فیلم‌های ایفای نقش کرد. او همچنین رکورد بلندترین بدنساز حرفه‌ای را از سال 1390 تا سال 1402 را دارد. سیدیکا پروین یک زن هندی است که در حال حاضر به عنوان بلندقدترین زن زنده در کتاب رکوردهای جهانی گینس ثبت شده است. او همچنین قد بلندترین زن هندی در تاریخ ثبت شده است. پروین 2.34 متر قد دارد و در سال 1365 در هند به دنیا آمد. زمانی که اخبار تلویزیون هند در سال 1392 گزارش دادند که او 8 فوت قد دارد مشهور شد. او 160 کیلوگرم وزن داشت. او در آذر 1391 وزن بسیار بالایی داشت. قد عمودی او 2.34 متر تخمین زده شد. سیدیکا از گول پیکری رنج می‌برد که ناشی از یک تومور در گده هیپوفیزش بود. به دلیل قد و شرایط پزشکی آن تقریباً 15 سال در خانه بود تا اینکه سرانجام تحت عمل جراحی قرار گرفت. به گفته پزشکان این اولین قدم از چند قدمی برای بهبودی کامل بود. علاوه بر تومور، او همچنین دچار شکستگی ستون فقرات شد که مانع از راه رفتن درست او شد. پزشکان معتقدند که اگر بیماری او 10 سال زودتر تشخیص داده میشد، او دچار شکستگی ستون فقرات نمیشد و امروز کاملا تناسب اندام داشت.